در مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی ناحیه وسع یکم سپتامبر روز دانش با تماشای سرجمعانه آموزگاران از برآمد پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان در روز دانش و ملاقات با اهل معارفچیان در دانشگاه طبی شهر دنقره شروع گردید. در این زمینه طبق دستور و هدایت‌های رهبری دولت به اهل معارفچیان کشور در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 11 در ناحیه وسع در چهاربینی بخشیده به روز دانش ماهیت برآمد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به اهل معارفچیان و والدان خوانندگان در سمت دانش‌اندوزی، تربیت نسل نورس در روحیه خودشناسی و تندرستی و احترام آوردن به ارزش‌های ملی، حفظ ارزش‌های صاحب استقلالی مملکت رسانیده شدند. در چهاربینی بخشیده به روز دانش آموزگاران والدان خوانندگان با چهره‌های ایدانه با خرسندی کودکان شریک گردیده روز دانش را با صدای زنگ اول گرم و صمیمی استقبال گرفتند. مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 11 در دهات توگرک در دو بینای دوشانه عبارت از 22 صنفخانه قریب 1000 نفر خوانندگان را در دو بخش به تحصیل فرا گرفته است. در این مؤسسه تعلیمی برای تعلیم با صفت زبان انگلیسی و زبان روسی امسال صنفخانه لینگافونی گشوده شده با آغاز سال نوی تحصیل مورد بهره برداری خوانندگان قرار داده شد. صنفخانه فن بیولوژی هم با واسطه‌های عیانی تامین گردید. همین طور 6 کابینت‌های نوی فنی در مؤسسه با اشیاء و واسطه‌های عیانی مجهز گردانیده شدند. بخشیده به روز دانش در این مؤسسه در این گوشه دستاوردهای مؤسسه به نمایش گذاشته شدند. این محصولات کشاورزی در این گوشه محصولات زمین‌های نزد حولیگی مکتب میباشند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه وسع برای برنامه اطلاعاتی نوید.